دینی در این ویدیو ما راوتر را کنفیگریشن میکنیم در مود داینامیک. در دو مود ما میتونیم راوتر را در نتورک خود ما کنفیگریشن کنیم. یکی در مود داینامیک میتونیم کنفیگریشن میکنیم، یکی در مود استاتیک میتونیم کنفیگریشن میکنیم. صحیح است. ما میریم داخل راوتر میشیم. آی پی راوتر را شما اول کار که میکنین آی پی راوتر خود دیفالت ریست شده میباشد، نه که وقت وصل میکنین. نه بود راوتر مشتری شما چی میکنین او را ریست میکنین. باز ریست که کردین در پشت سر راوتر ها همیشه هم آی پیش هم نوشته از رمز پسورد وای فایش هم نوشته از کلش. یا از طرف کیبل کنفیگریشن میکنین یا از طرف وای فای وصل کنین. آی پی میتونه دیفالت آی پی برتون دی اچ سی پی فعال است اتومات در راوتر دیگه وصل میشن. از طریق آی پی راوتر داخل میشن. حالا آی پی راوتر ما چه است؟ 192.168.1.2 است. ما تغییر دادیم 1.2 است. لاگین میشن داخل راوتر ما. واردی رسیس کرد 1.1 است. 1.1 است. پسورد خارجی که بود میتین داخل میشن. راوتر تغییر دادن سعی کنین اینی صفحه راوترهای تیندای سه آنتنا و 4 آنتنای تیندای یک محیط داره. صحیح است. این صفحه که است ورژن اف یعنی اون محیط داره. این راوترها را ما به مشتری از این راوتر توضیح میکنیم. شما اول که داخل راوتر شین چی میکنین؟ در مورد داینامیک کارش میکنین مشتری شما. صحیح است. موضوع خوبیش برای ما معلوم است. درسته بازو در حساب تکنیکی باز بر ما کار میان در اینترنت ستینگ دور اول در اینترنت ستینگ میان در اینجا اپریتینگ مود کار ندارن شما. در کانکشن تایپ میان یعنی وان کانکشن اینترنت کانکشن شماست. وان کانکشن شماست. راوتر قسمت ازی که اینترنت بیاد داخل راوتر شما را در چی مود کار میکنه شما؟ یکی مود پی 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 وی داره، یکی مود دی سی پی داره، یکی مود استاتیک داره. صحیح است. پی 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 وی را شما کار ندارین. اگر پی 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 وی طرف اکسپاینت طرف دفتر مرکزی یا موسیسیار مرکزی ما اگر پی پی وی کار کرده باشه پی پی وی یوزر پاسورد براتون میتونید اگر پی پی وی کار نکرده باشین باز این در مودای استاتیک و داینامیک دارن. صحیح است. دی سی پی را در بعضی راوترها به نام داینامیک هم یاد میکنن. صحیح است. خصوصا تکنیک‌ها بیشترش داینامیک نوشته میباشه. دی سی پی و داینامیک یک مفهوم در بخش اینترنت. صحیح است. ما داینامیک مودش کار میکنیم. اتومات که است شما اتوماتش چی است؟ اتومات تیندا هم که داینامیک است. باز شما این از خاطر از میگم که اکثر راوترها اتوماتشون داینامیک نیست دیگه مود میباشه. باز شما هر مودی که بود میرین اینترنت ستینگ در راوترها که در یا خب نام اینترنت ستینگ است. در بعضی راوترها وان نوشته است. بعضی راوترها نتورک نوشته است. در سر نتورک کلیک میکنیم باز وان لان دی سی پی وایرلیس کلش میاد براتون خطر. دایی که است اینترنت ستینگ است. اینترنت ستینگ کلیک میکنیم میاد کانکشن تایپ چکش میکنیم که مودش داینامیک است یا نیست. داینامیک بود اپلایش میکنیم میاد دیگه در کجا میاد کار بعدی شما این قسمت بیاین در وایرلیس میاد. در وایرلیس میاد نامی وای فای میتین همراه رمز وای فای. صحیح است. نام وای فای رمز وای فای میتین باز اپلای میکنین. دیگه چی میکنین باز میان در ادمنستریشن میان. در ادمنستریشن که اومدین اینجا پسورد راوتر میتونین پسورد قبلیش بتین باز میتونین پسورد راوتر جدید بتین. راوترها با اکثریت دیفالت پسورد نمیداشته باشن. پسورد بالا شما نمیخواید. شما رو خالی میمونین در دیفالتش باز یک پسورد داخل شدن میکنین. نیو پسورد از برای پسورد خودت بته میگیره. فقط ناو که باشه راوترها باز این قسمت خالی مونه. دیفالت پسورد نمیداشته. باز شما او را خالی میمونید نیو پسورد برش میدید. شفر ما میگردین رمزای ما شما یا ادمین 2012 بتین در راوتر داخل شدن راوتر لاگین شدن یا ادمین اد 2012 حروف کوچک. صحیح است. این شفر بین ما و شماست که هر جا گرفتیم ما بند نمیمونیم. راوتر مشتری را بخوایم اکسس کنیم میفهمیم بیا اینمی رمز است یا دیگه شد. صحیح است. تکلیف نیاز به رسید نیست که ما رسید که واسه کنفیگریشن در این صفحه ادمنستریشن چی میکنی دیگه توی رمز چیزا رو اول رمز نمیده. اول این گپاش تغییر میدی.
باز اینجا خواستی رمزم صحیح است. میده اینجا لن آی پی آدرسش 01 بود در چند کی بود. اگر 01 بود بیشتر راوتر 01 یا 11 است دیفالت آی پی. 01 بود به 11 تبدیلش میکنیم. صحیح است. آی پی 11 میمونه. دی سی پی اتومات فعال است. شما دی سی پی گل میکنین و آی پیش کس اگر 01 بود به 11 تبدیل میکنین. اگر 11 بود هم تو میمونه. باید دیگه میکنین. فلاش میکنین. باز کیبل اب میگیریم. راوتر دو نوع پورتا داره. یکی پورت وان داره یک دونه است و 4 تا پورت لن دارن که زرد است. بر رنگ میباشه خب لن نوشته است در پایینش. صحیح است. شما باز کیبل ها میگیرین در چند پورت لن که داره در یک تا پورتا میندازین. در وان نمیندازین. در وان بندازی کار نمیتونه برتون. اینترنت نمیاد در راوتر. چون ما مورد داینامیک کار کردیم از خاطر در پورت لنش اینترنت میاد. ولی در پورت وانش نمیاد. اینی بود از راوترهای تیلدا. صحیح است. دیگه از این راوتر میتونی اینجا راوتر ریست ریبوت کنی. از اینجا میتونی بخیر ست کنی از داخل خونه راوتر. اینجا میتونی ان محیط امیر امی کانفیگریشن تو بخیر بکاپ بگیری سر یک راوتر دیگه اپلود کنی. بسیار راحت. صحیح است. اینجا میتونی که ریستور بکنی پس از اگر بخوای که ایمپورت بکنی چیز میگیری ریستورش میکنی. صحیح است. دیگه این راوتر هم خلاص است. باز دیگه محیطای راوتر که سر خوردین این میسیج هم میکنن. اینترنت سیستم دی سی پی و وایرلس میشه چیزا میکنیم شما خلاص است. بخیر. این 6 دقیقه و 40 ثانیه